سلام خدمت همراهان عزیز و همیشگی چاق و باز. تو این صبح زیبای زمستونی و صبح سرد زمستونی یه بار جدید برامون اومد که واقعا ما رو گرم کرده دوستان. یه کار فوق العاده بی‌نظیره. یه تانتو سایز بزرگش نسبت به 2 تا 3 تا کار قبلی حسنش اینه که سایز بزرگتری نسبت به نمونه‌های قبل داره و کیفیت دوستان فوق العاده‌ای داره این کار. آنباکسش می‌کنیم که ببینید چه صورت هست. ببینید اول اینکه ضخامت فولاد رو میخوام بهتون بگم که چه صورت است دوستان. این ضخامت تو هیچ کارد دیگه ای که حالا ما داشتیم خیلی نادر هست، نه اینکه نیست، خیلی نادره این کار با این ضخامت و تیزی فوق العاده ای که دوستان کار داره. الان حالا براتون یه تست کوچیک میگیرم و کیفیت فوق العاده بالای تیغه که حالا از یه فولاد بسیار سخت و خوب ساخته شده، سر تا سر هست دوستان، فول تانک هست، یعنی از ابتدا تا انتها پیش اومده تیغه، پیش رفته تیغه و اینکه خب کار رو مقاومتش رو چند برابر میکنه و به خاطر ضخامتی که فولاد داره شما به عنوان یک کارد سروایو و کارد بقا هم میتونید از این استفاده کنید، جدای حالا اون خاصیت کلکسیونی و زیبایی که داره دوستان. تیزی کار رو میبینید در حد موزن تیز هست دوستان و شما میتونید که کامل روش حساب کنید. حالا من اعتقادی به گرفتن تست تیزی ندارم ولی میخوام ببینید که به چه صورت هست دوستان. واقعا تیزه. توی غلاف هم به این صورت جا میشه. این فلش ها رو دوستان رعایت کنید. اگه برعکس بکنید داخل غلاف نمیره و غلاف رو احتمال که بشکنه هست. غلاف و دستم از یه چوب گرفی واقعا فوق العاده و بی‌نظیر ساخته شده دوستان. کاملا هم چفت است توی غلاف و شل نمیشه و نمیافته. هم به عنوان یک کار کلکسیونی خیلی عالی، هم به عنوان یک کارد تمام عیار میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم که تهیه کنید و لذتش رو ببرید.